سلام آقای تتلو. من خواستم یه خواهشی ازتون بکنم. تمنا میکنم تو رو به اون اعتقاداتتون از عطیه کلیپ نذارید و چیزایی که دارم من الان میشنوم، هر روز یه عده میان میگن اینجوری شده اونجوری شده، نمیدونی دارن آقای تتلو داره این کارو میکنه، فردا پشت سر بچه تو میخوادی 1000 تا صفحه بذاره. تو رو به اعتقاداتتون، تو رو به پیامبر، تو رو به هر چی که بهش اعتقاد دارین، تو رو به خدایی که بهش اعتقاد داری از بچه من چیزی نذارین. واقعا ما داریم عذاب میکشیم. شما منو تو واتساپ بلاک کردی در صورتی که من خیلی حرف داشتم باهاتون. الان کلیپ هایی که داریم پخش میکنین تو یوتیوب من نمیدونم و هر روز هر لحظه یه چیزی پخش میشه، واقعا دل منو به درد میاره، دل پدرشو به درد میاره. شما نمیدونی ما تو چه شرایطی هستیم. تو رو به خدایی که بهش اعتقاد داری، تو رو به قرآنی که بهش اعتقاد داری، تو رو به مقدساتت دیگه از عطیه چیزی نذار. خواهش میکنم ازتون. الان چیزایی که شنیدم دیوانم کرده. دیگه واقعا اصلا انرژی ندارم. به اون خدا ما زندگی سالمی داریم، با کسی کاری نداریم. خواهش میکنم ازتون اگه برای این هستش که بخوای فالوور جمع کنین، تو رو خدا از عطیه استفاده نکنین. خواهش میکنم، به عنوان یه مادر التماستون میکنم نکنید این کارو. خجالت هم بکشید، اینقدر انرژی منفی ندید به زندگی ما، به من عطیه خودمون. ما تو غربتیم داریم زندگی میکنیم، 1000 تا انرژی ما منفی هست. خرج اینجا 10 برابر خرج شماست. خود عطیه داره خرج خودشو در میاره، من خودم خرجم دارم تو غربت در میارم. دیگه احتیاجی به انرژی های منفی که شما میدید نیست. رسید به زندگیتون، واقعا من از اینجا هم بلاکتونم دیگه. اونور که بلاک شدی از این برم بلاک کنم. اگرم فکر میکنی بیشتر از من میفهمی، شعورتون میرسه که یک بار دخترتون از دستتون در نمیرفت، باز بگو من دخترتو بفرستم تو خونه خودت، نفرستم خونه این آتاشخالای تو ترکیه که معلوم نیست کیه. تو اگه مادری، اگه شعور داری، اتفاقات بعدی اینجوری اون وقت نگران باش. نه اینکه باز الان یه کسشری اینجا به من بگی من بندازمش از خونه بیرون باز معلوم نشه کجا هست کجا نیست. نه، من دیگه شما رو میشناسم، شیطان میره تو وجودتون. شما زنها چه شیطانی هستی. سر حرف تو نمیام به دخترم حتی نذاشتم صدای تخمی تو گوش بده. ولی اگه خیلی فکر میکنی نکردن عطیه جونی، همین الان $10,000 نشونه من بده که میتونی تا 2 ماه دیگه خرج ایشونو بدی، خرج خودشو، کلاسای تتوشو، و نشونم بده چه خونه‌ای براش آماده کردی، من بفرستمش صبح بیاد تهران. اون موقع که بچه‌ت داشت فوش خار مادر به من میداد فیلم میگیره و خودش آبرو نداشتی. الان که بغل من وایساده کل ایران دارن میشناسنش، به خوبی آبرو داری. عجیبه شما مادرها چه شیطان کثیفی هستید. کلا شما زنها چه شیطانهای کثیفی هستید. عزیزم یکم برای زندگیتون برنامه بچینید، یکم سرتون گرم باشه که اینقدر دنبال حرف مردم و تو اینترنت و این ور اون ور نباشید. به هر حال ایشون دوستشون یه داده بودش بالا درخت. عطیه جان تو اینترنت حرفایی زده بود، خودش تنها این کار کرده بود، من اصلا نبودم اون موقع کنارش، و یه سری حرفایی زده بود و شما عوض تشکر که الان داری به من اون حرفا رو جمع کنی باز داری چرت و پرت میگی. یعنی که شما هم زامبی هستی دیگه. حالا این که عرضم به حضورت عطیه را دست شما نجات دادم، واقعا خوشحالم از اینکه دست شما و اون دوستاش نجات دادم. ولی اگر فکر میکنی که شما بهتر از من میفهمی، بگو چجوری بفرستمش بیاد سر خونه زندگیش. ولی من فکر نمیکنم شما اصلا بفهمی، چون اگه میفهمیدی اصلا دخترت تو اینجا کارش نمیکشی تو ترکیه تک و تنها. حتما نفهمیدی و حتما انقدر بیشعور و انقدر کم بودید برای این دختر که شما رو گذاشته فرار کرده دیگه.
حالا هم دارید تقاص اون کم بودن و بیشعوریاتون رو پس میدید. حالا هم گوه اضافی نداره که مادر من بخوردن. یا از من تشکر میکنید و میگید که مرسی که حواست به دختر من هست، یا اینکه آدرس درست حسابی به من میدید، دخترتون میاد بالا سرش وای میستید این آدم، بچه رو ول نمیکنید تو ترکیه.